ایرانی‌ها از قدیم الایام به مهمانداری و پایبندی به عقاید خوب مذهبیشون معروف بودند. ما ایرانی‌ها توی اعیاد و عزاداری‌های مذهبی با پخش کردن نذری از خدا می‌خوایم که حاجتامون رو برآورده کنه و ثواب اخروی هم می‌بریم. مهم نیست نذری چی باشه. میتونه یه لقمه نون و پنیر و سبزی باشه، میتونه یه بشقاب پلو باشه یا اصلاً غذا نباشه. مهم نیت و قصد کاریه که می‌خوایم انجام بدیم. بعضی‌ها نذری‌هاشون رو بین همسایه و فامیل تقسیم می‌کنن، ولی بعضی‌ها نذری‌هاشون رو بین مردم تقسیم می‌کنن. سایت نذریاب میتونه به عنوان یک سیستم آزاد اشتراک گذاری نذری به این عزیزان کمک کنه و با به اشتراک گذاشتن نذری‌هاشون مکان و روز و زمان نذری دادنشون رو مشخص کنه و برای این روز مهمان‌هایی رو به صورت مجازی دعوت کنند. نذری‌ها پس از ثبت باید از جانب ما تایید بشن و بعد در دسترس همگان قرار میگیرن. امیدواریم که این سایت کوچک بتونه به کار خیر این عزیزان کمک کنه.